الهجمات الشنيعة التي شنتها إيران على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، كما أدان مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالقرار رقم 38 Madam Chairperson, right of reply for the nonsense speech لسنة of Bahrain. 2026. Madam Chairperson, the crime is done by Bahrain. Please write down my right of reply to the Bahrainis nonsense. I note, esteemed delegation, but please note that you will speak at the end of the debate, not right now. اما در مورد بحرین سخنان بی‌ادبانه نماینده بحرین به گونه‌ای بود که گویی عامل امریکا، ایجنت امریکا و اسرائیل سخن می‌گوید. برای چه هدفی پایگاه پنجم دریایی امریکای تروریست را در بحرین مستقر کردید؟ شهر کوچک بحرین 3 میلیون متر مربع از این زمین رو علاوه بر امکانات فرودگاهی، هتل‌ها و غیره در اختیار امریکا قرار داده است. از این پایگاه به عنوان پایگاه پنجم دریایی امریکا علیه اهداف کشور ما علاوه بر نظامی، اهداف غیر نظامی، صنعتی، اقتصادی و رفاهی مردم ما بمباران می‌شود. 40 سال هست که حقوق تروریست‌های امریکایی را در کشورتان، حتی حقوق آشپزهایشان و خرید تجهیزات نظامی آنها را می‌پردازید. امروز معلوم شد که این پایگاه‌ها صرفاً بر علیه امنیت و منافع ایران تأسیس شدند. اگر تا به حال اقدامی نکردیم برای آن بود که منتظر استفاده از این پایگاه‌ها بودیم. اکنون که تسهیل کردید، در واقع در جنگ تجاوزکارانه آنها شریک هستید. آقایان بحرین، دولت بحرین، امریکایی‌ها وقتی فهمیدند که قادر به شکست نظامی ایران نیستند، از طریق مصر، عمان، پاکستان و ترکیه تقاضای مذاکره کردند. اگر مثل مذاکرات قبلی برای بار سوم میز مذاکرات را بمباران نکنند و بمباران بکنند و جنگ را دوباره از سر بگیرند و شما تسهیلات را در اختیار امریکا قرار بدید برای حمله علیه ایران، پاسخی دریافت خواهید کرد که نامتون رو فراموش کنید. این بار خشمگینانه تر خاک بحرین را در